شاید واقعا تو داری خیلی سختش میکنی. شاید زندگی زناشویی، رابطه عاطفی و در کل خوشبختی انقدری که تو فکر میکنی سخت نیست. همین مسائل کوچیک و پیش پا افتاده‌ای که تو حس میکنی اینا رو توی رابطه رعایت میکنی ولی اصلا حواست بهشون نیست، میتونه یه رابطه رو از این رو به اون رو کنه. مثلا یکیشون همین مفهوم قدردانیه. آخرین باری که به خاطر یه غذای خوشمزه‌ای که همسرت جلوت گذاشته ازش قدردانی کردی کی بوده؟ آخرین باری که وقتی سر کار بودی یه پیام محبت آمیز وقتی همسرت توی خونه است از تو روی گوشیش دید کی بوده؟ آخرین باری که وقتی شوهرت از در خونه اومد بیرون به خاطر همین 2 کیلو 3 کیلو میوه‌ای که دستش ازش تشکر کردی کی بوده؟ میبینی؟ خیلی چیزای ساده و پیش پا افتاده ایه. اما وقتی فکر میکنیم میبینیم خیلی وقت از اون آخرین بارا گذشته. اصلا زندگی خوب سخت نیست. رسیدن به خوشبختی، رسیدن به خوشحالی توی این وضعیت اصلا سخت نیست. یکم تفکر و یکم رجوع به گذشته زندگیمون. از گذشته تا به الان رفتار من چه تغییراتی کرده؟ سختی زندگی، تنش‌ها، درگیری‌ها باعث شده که اخلاق منم توی خونه عوض بشه و اصلا به معنای زندگی رسیدگی بکنم یا نکنم.